بزرگترین پهپاد ایران به نام غزه نامگذاری شد. قابلیت حمل سلاح‌های مختلف دارند، از جمله بمب‌های سنگین لیزری و حتی مثل این بمب‌های سدید در تعداد زیاد. 4 سال پیش وقتی این ساخته مهندسان نیروی هوافضای سپاه را سردار حاجی زاده رونمایی کرد و در مراسمش فرمانده کل سپاه هم حاضر بود، به سردار سلامی گفته شد این پهپاد میتواند تا 35 ساعت روی آسمان بماند و عملیات انجام دهد. این خوبش اینه که توی منطقه عملیاتی که میره تعداد الان 8 تا بمب داره، ولی تا 12 تا میتونه حمل کنه، میتونه کامل یک عملیات رو اداره بکنه. حالا امروز از نسخه بروزتر مسلح آن فرمانده کل سپاه بازدید میکنه. حوزه امنیت سازی، یعنی ایجاد امنیت پایدار تو کشور خیلی مفیده. یعنی در مراقبت از مرزها، احیانا اگر تروریستی باشه، قاچاقی باشه، تو هم مسائل مختلف این مأموریت پذیری موثر. برای این پهپاد می شود 25 مأموریت مختلف تعریف کرد که یکی از آنها شناسایی است. اینجا فرمانده نیروی هوافضای سپاه در حاشیه بازدید فرمانده کل دستور می دهد به یگان پهپادیش که به اهداف تعیین شده حمله کند. و حالا پهپاد غزه برای انجام مأموریت خود در آزمایش مشترک به پرواز در می آید. روی هدف افت می کند و به سمت آن شلیک. هر هدف یک شلیک. در مجموع 8 هدف تعیین شده با 8 بمب سدید ارتقا یافته منهدم می شود. این پهپاد که نخستین بار تصاویر پرواز مسلح و انجام عملیات آن رسانه‌ای می شود، به سلامت به پایگاه برمیگردد. و خب این پدیده اولا دستاوردهای نوینی از فناوری‌های پیشرفته‌ای که تقریباً در سطح جهانی در پهپادهای رزمی و غیر رزمی وجود داره در این تعبیه شده. تجمیعی است از مجموعه پیشرفت‌هایی که ما تونستیم ظرف سالهای گذشته در عرصه پهپادها به دست بیاریم. دانشمندان هوافضای سپاه این پهپاد را جوری طراحی کردند که می‌تواند دست کم 4000 کیلومتر برد عملیاتی داشته باشد.